به نام خدا و با سلام. بنده سید فرشاد طاهری هستم، مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی شیمیکورد، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی کشور و همچنین عضو ستاد برگزاری 11مین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی تهران. 11مین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی تهران 1403 از تاریخ 13 تا 16 بهمن ماه 1403 در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 180 شرکت تولید کننده و تامین کننده نهادهای کشاورزی به ویژه کود و سموم برگزار خواهد شد و ما امیدواریم در این نمایشگاه از جدیدترین تکنولوژی و توان تولید کنندگان داخلی پرده برداری بشه و این توان تولید به رخ تولید کنندگان منطقه و حتی جهان کشیده بشه. جناب طیاری، در حال حاضر تولید کنندگان کود کشور با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ همونطور که میدونید تولید در کشور ما با مشکلات مختلف این روزها دست و پنجه نرم میکنه. در خصوص تولید کود متاسفانه مشکلاتی که وجود داره، اولا تامین ارز واردات مواد اولیه هست. متاسفانه ما در برخی از کالاها از تقریبا 1 سال پیش هنوز 1 سنت هم ارز برای واردات مواد اولیه دریافت نکردیم. یکی دیگه از مشکلات ممنوعیت صادرات محصولات مواد کودی هست، در واقع که یه مقدار شاید بشه گفت از قبل بهتر شده ولی هنوز خیلی جای کار داره. و همچنین مشکلاتی که عمومی هست، کلیه صنایع با قطعی برق و خیلی مشکلات دیگه در واقع دست و پنجه نرم میکنن. اما در حال حاضر بزرگترین مشکلی که ما در بحث کود داریم، یکی بحث تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و یکی بحثی هستش که مواد اولیه که سالهای پیش وارد شده، دولت درخواست کرده از طریق بانک مرکزی که ما تفاوتی رو شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه پرداخت بکنن که این میتونه به زمینگیر شدن بسیاری از شرکت‌های تولید کننده منجر بشه که امیدواریم با درایت مسئولین محترم وزارت کشاورزی این موضوع و معضل به زودی حل بشه.